و اوست که برای شما گوش و چشم و دل ارزانی کرد اما کمتر شکر می کنید. و اوست که شما را در زمین آفرید و باری دیگر به سوی او محشور می شوید. و اوست که زنده می کند و می میراند و آمد و شد شب و روز از آن اوست. آیا نمی فهمید؟ اما بالعکس ایشان چیزهایی گفتند که پیشینیانشان می گفتند. گفتند آیا چون مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا بعد از آن برانگیخته خواهیم شد؟ بیگمان به ما و پدران ما قبل از این وعده داده شده بود. این نیست مگر افسانه های پیشینیان. بگو زمین و آنچه در آن است از آنی کیست اگر شما می دانید؟ خواهند گفت از آن خداوند است. بگو پس آیا پند نمی گیرید؟ بگو کیست پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش عظیم؟ خواهند گفت از آن خداست. بگو پس آیا نمی ترسید؟